من معلم زبان روسی و ادبیات. از سال 91 معلمی را بس کرده و کار ساختمانچی گذاشتگیم. وقتی нотинчиода. Маош معلم بیاد паст. Я учительница. Я преподаю музыку. И работаю в школе. Все. اختصاص ما معلم. کاری دیگر گذاشته هستیم. چی کار میکنید؟ سبورشینگ میبین. برای چی مثلا از اختصاص؟ برای معاش پسته. برای چی آخه؟ همین یگانه هم از معلومه برای چی؟ اختصاصم اقتصادچی. خودم سرمحاسب مجله فیروزه هستم که 80 سالگیش رو پگاه قید میگیریم. ما قراولیم چی دیگه اقتصاد چی داریم ما خواندگی نیستیم ما سیلشناس در مرکز جمهوری مبارزه بر ضد سیل کار میکنیم. از روی اقتصاد خودمون. من یوریست تمام کردم با اقتصاد خودم نیستین. با چیزی خودم کار کردم. زندگی خودم پیش میبرم. ما که ملی تاجیکستان. ما اساساً معلم شده باید کار میکردیم. 36 سال معلمی کردیم. بعد از اونی که نیروگاه برقیابی سنگتوده و کار درآمد در همونجا در مرکزی تبلیغاتی اونجا кор کرده. Нет, не по своей специальности. В Славянском я обучался, а сейчас трейдером работаю. احساس معلم. باز با دیگر کار مشغول هستم. صاحب کار ولی. من استاد قشچین. رئیس کاری به خودم کارکراسیم. برای یک گوشه تاجیکستان آباد کردم. کارکراسیم آباد کردیم. من میفهمم که به خودم کار کرده آبادی به سی خودم گذاشتم. Я старшая медсестра неврологического отделения и работаю по своей профессии.